یکی از تله های ماتریکس اینه که در مورد چیزایی که بدت میاد میندازه وسط که نظر بدی، که دیده بشه و فروشش بره بالا. این تویی که به هر چیزی که داری بها میدی، ارزش میدی. در غیر این صورت اون چیز بی ارزشه. تله ماتریکس اینه که میاد به شما میگه این چیز خیلی بدیه، مثل اون خوراکیه ولی داره ویوشو میگیره، مثل همون چیزی که خودت میدونی، اون سریالی که همه دارن در موردش حرف میزنن، ویوشو میره میگیره و اون کسی که دنبال این چیزا نیست اسمش هم بشنوه نمیره سمتش، چون میدونه تهش چیه. حواستون باشه. من شستشوی ذهنی